مرد است. همه‌تون یک هستید، همه‌تون بی صداقت. به شما باور کرده نمی شود. تو با من گپ میزنی یا با مرد؟ دانم موافق آن جواب دهم. چرا اینقدر خاطر جمعید؟ من نمیفهمم. اجه گوش کن، من حیات را دوست می‌دارم، اما نه با حادثه های دراموی بیهوده آرا دادن را. انا همون حادثه های دراموی مادرم را کشتند. اجه جان، اینها هم حادثه های گذشته است، چیزهایی که هم بوی نفتالین را دارد. خوب است اما با کسی فایده ندارد. نکشا. خیر، تو حالا به سابق پدر شوهرت سلام نمیدهی؟ پدر؟ دخترم، پدرت کمی خرسر شود، به آنها سلام گفته می آید. تو خواطر نشو. نه پدر، نروید. در جایتون بشینید. چه؟ پدر شینید میگویم. پدر. سلام، با اشتهای تام. کمال، این سورپریزی خوب شد. من اینجا همراه ایجه آمدم. برای چه ایجه نامد؟ او و مرد از هم جدا شدند، برای همین کمی شرم داشت. جدا شدن؟ تو خبر نداشتی؟ خیر، هیچ گپ نه. معلوم است که تو سرکاری. خیر، مرا شناس نمیکنی با اهل عائلت؟ همسرم نیلگون، پسرم قادر، دخترم حسرت. ایبا نیز عضو عائله ماست. جناب تمر، پدر ایجه و شریک پیشینه کمال. خانم نیلگون، عذر میخواهم که در مراسم نکاحتان اشتراک کرده نتوانستم، چون که کمال لطفاً مرا دعوت نکرد، اما در مدت کوتاه‌ترین با هدیه هم میآیم. تشکر، سلامت باشید. و همینطور خطای کمال را اصلاح میکنیم. خیلی خوب، من دیگر وقتتان را نمیگیرم. به شما اشتهایتان. به شما نیست. در حقیقت با او همکار بودید پدر؟ بله دخترم، افسوس. اهمیت ندید، خوراکمون رو خوریم. از چشمانتون معلومه که او رو کشتن میخواهید. از آن هم بدتر کردن میخواهم، ولی هیچ گپ نه. یعنی پدری ایجه؟ بله، اما به دخترش ذره مهر ندارد. مرد حیوان صفت است. اهمیت ندید، خوراکتون رو خورید. خوراکا چه خیلند؟ با مزن؟ بله، بسیار بامزه است. ایبا مثل کبابای تو نه، اما نه اما کمال چنان بامزه است که بینه درکه خوردم. نخواستم که از دیگر کس بفهمید. مادر چی شد؟ پدرتان امروز عائله دار شد. این برای من اهمیت ندارد مادر. چیچیک، شما خوب هستید؟ خوبم. خوب میشوم. خوب میشویم. من بعد یک دیگر رو بسیارتر به او خوش میگیریم، بسیارتر دستگیری میکنیم. تمام حسیات و غممون رو با هم میبینیم. هر کاری که اجرا کردنیم به یک دیگر نقل خواهیم کرد. هیچ چیز را از یک دیگر پنهان نمیکنیم. سر نیست، دروغ نیست. در این دنیا برای مادر از همه چیزی مهم این فرزندانش میباشد. پدرتون با کسی که خواهد عائله دار شود. اگر من با شما باشم در دنیا از همه زنی خوشبخترین می شوم. مرا فهمیدید؟ من شما رو هیچگاه غمگین نمی کنم. کمال از مرد جدا شدنت را نمیداند. گوش کن، کارهای با مرد شده را با من نقل کرده میتوانی؟ آخر من و تو رفیق هستیم کو.
من به رفیق نو احتیاج ندارم. به همین هم کاری رفیقم رو دیدم. اجه با من دندانت رو نشان داده صحبت نکن. آوازت رو هم بلند نکن. گوش کنید. من به یک پدری مسئولیت شناس احتیاج داشتم. پدری که دخترش رو هیچگاه تنها نگذارد. اما متاسفانه این خیل پدر به من نصیب نبوده است. اشتهای تام. دخترم ایستو. با کجا؟ اجه ایسا با کجا پسرم؟ من یک خبر گیرم. ایجه خوب هستی؟ تنها تو با پدر مشکلی نداری؟ این رو حس کردم. یعنی در درون با تو یگان کمک رسانده میتوانم؟ از نامی پدرم از اکای کمال عذر بپرس. به نزدی میزتون آمده نتوانستم. مرد سببگار است. غمگین نشو، به زودی خطایش را میفهمد. گوش کن، اگر خواهی من میتوانم با او صحبت کنم، فهمانم. و اگر هیچ نشود زده زده میفهمانم. این کار با آخر رسید. راهی بازگشت نیست. نخود این طور شود کمی یکدیگر را نادرست فهمیدید و مناسبتتان با آخر میرسد. و هم تو به من نمیگفتی که انسان برای دوست داشتنش همه کار را میکند. ایجی مرد با کسی دیگر هم خوابه شد. عشق همین قدر بوده است. بخشش، من کمی خود رو از دست دادم. درد خودت برایت کفایه است. بهترش من روم. شب خوش. جوانی خوب، تو چی نام داشتی؟ قدیم؟ نه قادر. قادر، از دختری من دور باش. با کرپات نگاه کرده پا دراز کن. نفهمیدم. تو فهمیدی قادر؟ فهمیدی؟ پسرم اینجاست؟ با ایجه این چی صمیمیت؟ صمیمیت نه و این رو تصادف گوییم درست‌تر می شود. این چی گفتنی گپ؟ سببگاری جدا شدنی مرد و ایجه من هستم و فکرم. این چی طور شد؟ یعنی اصلا این خیل گوییم هم نمی شود، اما اصلا چی خیل شد؟ ایجه به من زنگ زد. خواست که وا خورد و ما وا خوردیم. همین وقت مرد آمد و البته خطا فهمید.